سلام و صد سلام بر نور دیده، به مژگان دلم خار خلیده. فلک به کارم حیران بمانده. یک سلام مقبولی از من مجری موحد واحدی به تک تک شما بینندای عزیز رسیده. ان شاء الله که همه شما قبراق و سرحال، شاداب و خوشحال و با انرژی باشین و امیدوار هستم که تمام مشکلات و غمهای شما قربان شادیهای شما باشه. این شادی بزرگ برای همه شما مبارکباد عرض میکنم و عید سعید قربان برای شما، خانواده محترم شما و عزیزانی که از طریق شما برنامه تبسم عید آگاهی حاصل میکنن تبریک عرض میکنم. خیلی خیلی خوشحال هستم که شبهای دیگری از عید بزرگ مسلمانان در خدمت شما عزیزان نور چشم هستیم. عید سعید قربان، عید همدلی، عید ایثار، عید فداکاری. ان شاء الله که لحظات خوب ایام عید سعید قربان با همراهان و عزیزان خود دوش با لبخند سپری بکنین. مهمان تبسم عید هستین و ما هم مهمان خانه های شما. امیدوار هستم هم شما بتوانین مهمان نوازی بکنین و هم ما بتوانیم میزبان خوبی برای شما عزیزان دل باشیم. در این برنامه امسال ما و عید سعید قربان امسال ما، آموزشگاه برایت ویژن و شفاخانه تخصصی سنا کوثر من حیث حامی مالی ما هستند و در کنار ما و همچنان جای داره تشکری بکنم از فضای بسیار مجلل و عالی و باصفای رستوران KFC الینا که فضای خوبی به دسترس ما قرار دادن تا همدلی خوبی برای شما عزیزان دل تقدیم بکنیم. ان شاء الله که لب همه شما همچون پسته های داخل سفره شما خندان باشه و آماده سرگرمی و هیجان از برنامه تبسم عید باشین که برای شما تقدیم خواهد شد. لحظات خوبی امشب و فردا شب با ما همراه باشین. ان شاء الله که مهمانهای عزیز و نور چشم مهمانهای پرهیجان و شاداب در برنامه با ما همراه هستند. در هر بخش برنامه تبسم عید مهمانهای عزیز و نور چشمی که با هیجان و شادی فراوانی و کلمات شیرینی برای شما عزیزان دل دعوت کردیم تا با شما ببینیم، بشنویم و با ایشان صحبت‌های داشته باشیم. مهمان اولیه برنامه ما جناب آقای انجینیر احمد شاه فطرت، رئیس شفاخانه تخصصی سنا کوثر، رادیو تلویزیون دنیای نو و آموزشگاه برایت ویژن در خدمت ما و شما هستند. سلام گرم و نابشانه شیرین از ایشان میشنویم. سلام علیکم، عید شما مبارک، بسیار خوش آمدید. سلام استاد بر شما و همچنان به بیننده های عزیز، عید شما هم مبارک، در قطار حاجیا و غازیا باشین انشالله. یک سلام ویژه به بیننده های عزیز ما که در خارج از کشور است. عید سعید قربان به حضنا هم از ته قلب و تبریکی میگم و همچنان عید تمام عزیزای ما شما مبارک باشه. الحمدلله، این ته قلب همه ما و شما خب پر از شادیه. واقعا تبریکی که از ته قلب گفته میشه دیگه کیفیتی داره. خیلی خیلی خوشحالیم که شما وقت داشتین تا مهمان برنامه تبسم عید بشین و با لبخند خود این عید مبارک به همه تبریک عرض بکنین. جناب آقای فطرت عزیز، حج هم رفتین؟ پلان دارم استاد دیگه، چون نوبت ما نرسیده. بسیار عالی. نوبت ماندیم بخیر که نوبت رسید انشالله. خیلی عالیه، خیلی انشالله. این پلان خب من میگم مراد دل هم خواسته. این که پلان گفتین یعنی معلوم میشه نزدیک از شما. دیگه پلان 50% پیش رفته کار. 50% خیلی عالیه. یک دوستی رفته بود خواستگاری، گفتن چه کار شد؟ گفت 50% کار حله. گفت چی رقم؟ گفت ما رزیم اونا رزین. حالا از شما 50% چی رقم؟ 50% پیش رفته کارا. خود ما پلان کردیم، تدابیر گرفتیم، انشالله خداوند نصیب کنه. انشالله یک سفر بسیار خوبه، سفر پاک و 100% سفر معنوی خوبه، انشالله خداوند نصیب کنه. من دعا میکنم انشالله عید سعید قربان خیلی از بیننده‌های عزیز ما و همچنان شما عید قربان سال بعدی انشالله که در مکه مکرمه
انشاءالله تجربه بکنیم. و من خیلی خوشحال میشم که عید قربان بعدی ما یک پیام آنلاین از شما از مکه مکرمه داشته باشیم انشاءالله. حالا به زبان ما آماد و این خوشی انشاءالله که تحقق پیدا بکنه. جناب انجینر صاحب عزیز، عید سعید قربان هست و مسائل ذبح گوسفند و قربانی دادن، چی ذبح کردین؟ گوسفند، گوساله؟ ما یک بزغاله و یک گوسفند. یک بزغاله یک گوسفند. ما بیشتر خوش داریم گوشت بزغاله بخوریم. بسیار عالی. باز بعضی از دوستا گوسفند خوش دارن، اونا رو باز تقسیم میکنیم سر از اونا. خیلی عالی، خیلی عالی. هر دو ذوق در نظر گرفته شو ان شاء الله. بس بسیار عالی، بس بسیار عالی. این سخاوت ان شاء الله همه بینندای عزیز ما دارن و تلاش میکنن از این معنویت استفاده بهتری بکنن و بتوانند دوستای عزیز ما در یک صدقه سهم بسیار خوبی داشته باشن. اینجا صاحب عزیز یک پیام از شما تقاضا داریم. خیلی از مردم عزیز ما به خاطر مسائل جنگ دیگر کشورها عید خوشی قلباً سپری نمیکنن. این خوشی بیشتر بکنین، این خوشی رو تشدید بکنین. یک پیام بدیم به دوستای عزیز ما. استاد زندگی میگه لحظاتی است که میگذره. ما هر روز که صحتمند باشیم و خوب باشیم امروز عیده. باز عید چون یک مراسم دینی و معنوی ما شما هست، بهتر است که در کنار هم به خوشی و با پررنگ سپری کنیم. انشاءالله مردم ما به خوبی سپری میکنه، ما همگی آمادگی گرفته و یک خوبی است که در کشور ما انشاءالله امنیت تامین شده الحمدلله و بسیار ما شما میتونیم هر جا سفر کنیم و عید به خوبی سپری کنیم. انشاءالله یک هفته رخصتی و عید است، به خوشی تمام سپری کنه با انرژی. انشاءالله مشکلاتی که هست خداوند مشکلات حل میکنه. مشکلات بالای تمام ملت ها آمده، انشاءالله ما شما میتونیم اینا رو شکست بدیم انشاءالله. اگر ما قوی باشیم مشکلات شکست میخوره انشاءالله. دیگه ما در نهادهای خود که هست در تلویزیون دنیای نو در خدمت بینندای خود هستیم، تلاش میکنیم در حد امکان برنامه‌های خوب بر از داشته باشیم. در شفخانه‌های خود، در شفخانه ثنا کوثر انشاءالله خدمات ما در روزهای عید هم جریان داره و یک ابتکار جدید بینندای عزیز که به همکاری استاد ما جدیداً روی دست گرفتیم، یک آموزشگاه یا آکادمی زبان و کامپیوتر هم تأسیس کردیم. که میتونیم اونجا هم دوستا اگه مراجعه بکنه ما در خدمت هستیم. حتی ما کورسای رایگان داریم و همکاری استاد انشالله اونجا هم خدمت میکنیم. این کل چیزای امیدهای خوشیه دیگه. انشالله هم خوش باشن دیگه، امیدوار باشیم. آموزشگاه براید ویژن یکی از آموزشگاه های خوشنام و با ابتکارات بسیار عالی و جدید که یک سیستم انگلیسی تدریس میکنن در هرات که واقعا یک سیستم آمریکایی ناب هست و با زبان انگلیسی خیلی دوستان میتونن بهتر آشنا بکنن و چیزی که ما در این اواخر از آموزشگاه براید ویژن تحقیق کردیم، خیلی الحمدلله جوانا رو آوردن، لذت درس گرفتن و انشاءالله که بتوانن بعد از عید هم عزیزای سر بزنن با آموزشگاه و از کلاس های انگلیسی و فکر کنم که یک بخش کامپیوتر لب مجهزی هم فکر کنم در سطح هرات شاید بی بدیل باشه کار شما. انشاءالله سر از کار جریان داره استاد، چون کامپیوتر جزء از زندگی مردم شده. باز با هوش مصنوعی مسائل دیگه ما میخوایم که فرد ما شما کامپیوتر یاد بگیره. یک وقت ما شما سواد اینا رو میگفت یک کسی که نوشتن خواندن بلد با سواد فلان میگه تا که با تکنولوژی عصری و کامپیوتر بلد نباشه انشاءالله او سواد از شاید کامل نباشه، شاید کامل باشه خو یک اصطلاح امروزیه کمی نمدار باشه سواد. قضاوت نمیکنیم، ما میخوایم زمینه رو مساعد کنیم به کسایی که علاقمند در از این بخش و اساتید مجرب و خوب. کامپیوتر هم انشاءالله بر از به یک هزینه بسیار پایین که فقط هم هزینه رفت آمد از بشه بر از یاد بدیم. جناب آقای فطرت، شما رئیس شفاخانه هستین، آیا شده در ایام عید گذشته یا عید امسال در این روزها به کدام یک از مریضا خو هم عیدی داده باشید؟ من خبر دارم غیر از عید هم این کار رو میکنین. اما در ایام عید این کار کردین؟ میکنین؟ ما در عیدی که گذشت، عید رمضان، پیش از عیدم در روزهای ماه مبارک رمضان هم کمک‌های داشتیم و در جریان روز عیدم ما دو برنامه داشتیم، یکی به مریضایی که داخل بستر بود بعضی طایف دادیم، یکی دیگه جدا از تخفیف جدا از تخفیف انشالله رسیدگی کردیم و یک برنامه هم بیرونی داشتیم به حمایت شفاخانه و اطفال لباس توزیع کردیم. خداوند قبول کنه.
دیگه انشالله کارا ما در حد توان جریان داره استاد. من یک پیشنهادی هم میدم، یک حرکت خوبی هم هسته. تقاضا دارم در عید سعید قربان بعدی یا عید فطر شما حداقل یک روز خدمات عاجل یا بخشی از خدمات لابراتوار خود رایگان به دسترس قرار بدید. حالا عید سعید بعدی عید سعید فطر باشه انشالله، یا روز دوم یا روز سوم، این قبلا هم از رسانه اعلان بکنین که عزیزانی که در ماحول پسته نمبر 1 تانگ مرکز یا تا ولسوالی انجیل شهرک اتحاد اطراف شفاخانه که هستن بتوانن، واقعا خیلی ها خانواده هستن که فقیر هستن و پول همون پیچکاری هم ندارن، اگر یک روز اختصاص بدین خدمات عاجل یا خدمات لابراتوار بخشی از اون کاملا رایگان در روز عید یک روز کامل بسیار نظر نیک انشالله. ما در از مورد هم پیشتر هم خدمات داشتیم استاد. ما مثلا چند پیش خدمات بخش عاجل ما همگی رایگان بود. فعلا هم ما کوشش میکنیم که از زرقیات اینا پول نگیریم، به همکارام همیشه هدایت دادم چون واقعا مردم مشکلات داره و تلاش میکنه که بیشتر از این حتی اگه بشه که ما بتونیم با جراحان و متخصصا کنار بیایم که جراحی را ما رایگان بگیریم در روزهای از چی بیشتر اگر این کار بشه کلان باشه واقعا همون تبسم عید به معنای واقعی تحقق پیدا میکنه. تشکر انجینر صاحب از خدماتی که الحمدلله در این روزها برای مردم عزیز خود در نظر گرفتین. من خبر هم شدم در آموزشگاه برایدویژن هم چون جدیداً فعالیت شروع کردین او قسمت کاره، من خبر شدم که حداقل برای یک ماه خیلی تخفیف خوبی برای عزیزا در نظر گرفتیم. بله اونجا بسیار حتی ما کورسای رایگان هم داریم، بخش از کورسای ما رایگان و بخش با 50% تخفیف پیش میره. انشالله کوشش میکنیم که به جوانا و کسایی که علاقمند آموزش زبان انگلیسی، کامپیوتر و بعضی مضامین دیگه باشه خدماتی ارائه بکنیم و بتونیم که در از عرصه هم خدمت و یک گام برداشته باشیم. خیلی عالیه. دوستا و عزیزا، خانواده‌های محترم، کسایی که دوست دارین از تخفیف برج جوزا به ایام عید سعید قربان بهره بگیرین، میتونین بعد از ایام عید سعید قربان با آموزشگاه برایدویژن برین و با یک تخفیف عالی عزیزان خود ثبت نام بکنین و سیستم خیلی عالی انگلیسی بیاموزین و همچنین در صنف‌های کامپیوتر لب و دیگر مضامینی که رایگان تدریس میشه. تشکر از آقای فطرت، خدماتی که واقعا در قبال مردم خود از طریق رسانه، شفاخانه و مسائل علمی آموزشگاه انجام میدن. پیام آخر ایشان با لبخند میگیریم. تشکر. زیوار بیا خپل په وار سره د نیکمرغ لوی اختر مبارکي ټول لیدونکو او ټولو خپلوانو ته، کسانو ته چې کورن ته نس کولی چې لاړ شي هغو ته هم تبریکي وایو. هیله لرم چې ښه اختر ولرئ او د پاک خدای جل جلاله دربار څخه تاسو ټول ته بریالیتوب، کامیابي او سوکالي غواړم. د یو آباد افغانستان په هیله لرم چې افغانستان هغه ځای ته ورسېږي چې د هغه لیاقت لري. اوس هم افغانستان مخ پر ښه روان دی. انشاءالله کوشش کوو چې موږ افغانان خپل افغانستان خپله جوړ کړو. مننه استاد. تشکر. تشکر از شما.